شما هزینت از خونت تا مرز بازرگان 450,000 تومان پول بنزینتون میشه. یه ماشین 60 لیتری. البته من چون کارت سوخت ندارم اینجوری که اونایی که کارت سوخت داشته باشن 80,000 تومان وای میذارن. خب پول یه باک بنزین ما مرز دادیم اومدیم این سمت. بله. شما این برای که رد کردی مستقیم 9 ساعت تا سیواس باید بروی. بعد یه چیز دیگه، الان ما لب مرز میرسیم باکمون تموم شده دیگه. لب مرز باید پر کنیم جای این ور. بهتره که پر کنیم. یعنی چی؟ چرا این ور خب قیمتش خیلی بیشتره که؟ نه توی ایران منظورم اینه پر کنین. آها. پر کنین حداقل یه 700-800 کیلومتر با اون باک شما میتونید تو ترکیه رانندگی کنی. یه پول باک بنزین کم داره، یعنی یه 3 میلیون میذاری تو جیبت اگه توی ایران پر بکنی. بعد یه چیز دیگه ای هم که هست، شما بنزینای ترکیه با به ماشینای ایرانی ما یا ماشینایی که ما داریم تو ایران بنزین ایرانو میزنیم نمیخوره، نمیسازه به ماشین. ماشین ناک میزنه. توی هر ماشین من 3-4 تا ماشینمو که آوردم این اتفاق افتاده. چی میشه یعنی؟ ببین ماشین که ناک میزنه یه صدای عجیبی از موتورت میاد، تق 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 تق، انگار یاتاقان زده ماشینه. خب مصرفت میره بالا، ماشینت هم خامسوزی پیدا میکنه. این صدا اومد اصلا از هیچ چیز نگران هیچی نباش. تاثیر بنزین ترکیه. آره شما اون باکی که زدی بذار تا آخر برون باهاش خالی شه. توی پمپ بنزین اینجا سوپرمارکتاش دیدی دیگه همه جور اکتانی داره. اکتان ورس سبز رنگ روش هم نوشته بنزینی. مشکیا برای ماشین دیزل، سبزا برای ماشین بنزینیه. چون ما دیگه دیزل زیاد نداریم. سبز رنگو. سبز رنگو شما یه دونه ورس روی باک ماشینت میریزی، بعد میگی بنزین رو پر میکنن. اون ناک زدن همه چیز برطرف میشه. نکته های خوبی واقعا. اینو فقط باید چند صد بار اومده باشی اینا دستات اومده باشه. ببین اصلا پس این بنزین رو زدی، این صدای از ماشینت بعد ماشینت کپ کرد، اصلا نگران نباش. فقط به خاطر این بنزین اینا. بنزینای اینجا خوبه ولی نه هر شرکتیش. ببین من الان اینم خوب شد بگم. آره حتما. شما هر بار که خواستی بنزین بزنی، حالا چه تو جاده چه تو شهر، بهتر شل بزنید. برند شل هست پمپ بنزینا. ببین یکی این که بنزیناشون قاطی نداره، واقعا بنزینه و راحت بهت بگم 200 تا 250 کیلومتر راه رفتن تو باک در سر داره. چون واقعا بنزین خالص میذاره، هیچ چیز قاطی نداره. جاهای دیگه هم خوبه ولی ببین نسبت به تجربه‌ای که داشتیم، حالا ما این ور اون ور بنزین زدیم، هیچ چیزی مثل شل خوب نیست. عجب. خب اومدیم این سمت تا استانبول با چقدر بنزین؟ ببین شما تو استانبول شما از مرز بازرگان تا استانبول فقط باید از اتوبان E80 بیای. ببین اتوبان‌های جاده قدیم دیگه هم هست، اون وقت شما مجبور میشی راه مثلا میتونی با 140 تا بری ولی باید با 60-70 کیلومتر سرعت بری. هم زمان خیلی تاثیر داره. همین که ببین جاده قدیم زیاد مطمئن نیست. من خودم جاده قدیم 2-3 بار پیش اومده گوگل مپ من قاطی کرده، من افتادم جاده قدیم، افتادم جاده خاکی نه جاده قدیم. من افتادم جاده خاکی، جایی که ساعت 3 نصف شب من 45 دقیقه خاکی روندم. بدون چراغ، بدون هیچ چراغ نبود، فقط چراغای ماشینم بود. به خاطر همون میگم ببین شما الان فقط E80 یکی اینم که شما هر 2 ساعت یه بار اولا که رومینگاتون رو تو ایران فعال کنید. چون ببین شما از مرز که رد میشید در واقع نه اینترنت داری نه میتونی با کسی صحبت کنی. اونم نکته جالبیه، اونجا نمیشه از مرز. ببین توی مرز تورکسل هست ولی سیم کارتی که ما الان اینجا بخوام سیم کارت بگیرم باید 800 لیر پول بدم. توی مرز شما باید 2000 لیر پول سیم کارت بدی. بعد این هزینه رومینگ و اینا با همه چیش از اون به صرفه ببین شما هر 2 ساعت یه بار گوگل مپ تو به روز رسانی کن. یعنی یه بار اگزیت رو بزن، از اول بزن شروع به کار. توی گوگل مپ هم یه گزینه ای داره توی ستینگش که میری مینویسه فقط راههای اتوبانی.
یعنی شما رو به بیراهه نمیکشونه، فقط میگه راه صافو برو. میدونستی؟ اینو برای سفر جاده‌ای حتما خیلی لازمه. آره ببین منم نمیدونم اینو بعد آره توی اینا ببین اینجاست. ببین شما اگه سرعت 100 الی 120 باشه، خب شما نهایتاً با 3 تا باک از مرز میره تا استانبول. ببین من منظورم از 3 تا باک نه اینکه باکت کلا خالی بشه، من خودم آدمیم که باک ماشینم میرسه وسط باید پر کنم تو جاده. یعنی شما باید 3 بار بنزین باید بزنی، ولی نه که باک خالی. آفره باک خالی بخوای 2 تا باک پر. 2 تا باک پر 3000 لیتر پول بنزینت میشه. آره بزن 4000 تا 4008 میلیون. حالا تومانی داریم. اینم بنزین از مرز تا استانبول فقط بنزین. ببین دیگه جای خواب، ببین من خودم بینم سیواس یا میرم جای دیگه میمونم، واقعیت هر هتلی نمیرم. ببین من تو وان همه میرم برای خرید کردن، نزدیک های مرکز خرید هم با اقسام هتل ها هستش که بگه بابا ما بریم فقط بخوابیم صبح پاشیم. نه من اونجوری نیستم. من رفتم هتل هیلتون سری قبل، من فقط 43 میلیون پول 5 شب، پول 5 شب آره توی چیز وان توی وان من 5 شب فقط 43 میلیون پول هتل. دیگه فرق میکنه با چه شرایطی با چه هدفی بری. اگه حالا تفریحیه میتونی وانم یه هفته بمونی. آره میدونی اون دیگه بستگی به خودت داره. منتها من چیزایی که الان مشترکی بین همه، مثلا بنزینمون مشترکه، هممون باید یه اندازه بزنیم. چیز متفاوت نیست. منتها شما هتل بخوای بمونی از سیواس به بعد از شبی 1200 تا شروع میشه تا شبی 7000 10000 تا. سیواس از چند شروع میشه تا چند؟ از 1200 تا شروع میشه تا 10000 تا. درست. از ایران از تهران چه زمانی میگی مناسب تره که راه بیافتیم برسیم؟ چه زمانی مناسب تره برسیم مرز؟ ببین من خودم همیشه چون ما اصلیتا ترکی تبریز و خونه اونجا خودمون داریم، خالمینا هستن. خیلی خوبه. منتها ببین تبریز من این سری آخر تبریز وای نستادم چون عجله داشتم، باید زود خودم میرسوندم فقط ترکیه. تاریخ مهر رو باید میزدن تو مرز، من باید میرسم مثلا تبریز وای نستادم. من 12 شب راه افتادم از تهران، ساعت 12 مرز بازرگان بودم. 12 شب که راه افتادی 12 ظهر بازرگان زمان مناسبیه دیگه 12 ساعت کارو انجام میشه. نه ببین من این 12 ظهر اولین باری بود که من مرز رو روز اومدم. روز مرز خیلی شلوغه. خیلی شلوغ، خیلی گرم، خیلی گرمه تو روز، بعد اصلا کلافه کننده است. ولی نه سریای قبل همیشه یه جوری برنامه ریزی کردم، رفتم تبریز 3-4 ساعت حتی خوابیدم شب بشه بعد. آره شب بشه مثلا ساعت 4 بعد، چون از تبریز تا بازرگان 4 ساعت راه داریم. من 5 راه افتادم 9 شب 10 شب بازرگان بودم. خب اوکی، پس انگار به نظرت 9-10 شب بری منطقیه. من اونجوریام کارو انجام میشه به راحتی اداری. ببین آره مرز بازرگان تنها مرز 24 ساعته ایرانه. به مرز رازی 8 صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر. اون یکی مرز خوی همونه. رازی چند؟ 8 صبح تا 3 بعد از ظهر. خیلی مهمه. دیگه مرز رو میبندن دیگه، شما نمیشید باید تا فردا صبح. به خاطر همین همیشه مرز بازرگان انتخاب. اگه هم قصد داریم بریم وان، اگه فقط وان جای دیگه ای نیست، میخوای بری وان خرید کنی مستقیم برگردی ایران، فقط از مرز رازی برین. ولی اگه میخواین از وان راه بیفتیم بیاین سیواس یا استانبول، هیچ وقت از مرز رازی نرید، چون جاده درستی نیست. جاده نیستش که آدم با خانواده، یه وقت شما خدا نکرده ماشینت پنچر بشه، شب اونجا باشی جرئت نمی‌کنی بزنی کنار پنچری ماشینتو بگیری، اصلا امنیت نداره. اگه میخواین از وان راضی باشین فقط از مرز رازی بریم. ولی اگه میخواین استانبول رو برین از بازرگان دیگه، فقط که بازرگان منطقی تره، 24 ساعت است.
دیگه چی داره بازرگان؟ مستقیم از اول تا آخر اتوبانه، راهش شما فرعی نداری اصلا. درست. خب این مرسی. شاید یه عده‌ای بخوام با پت حیوان خونگی میشه اصلا. آره به من اصلا همین زمینی رفتنهای زیادم فقط به خاطر سگمه. سگ من ریش مشکل داره و نمیتونه توی هواپیما بره. پیکو. بله توی تیکافا باعث میشه که حالا یعنی جونش تو از دست بره. این رفت آمدایی که میگیم انقدر زیاد بوده همیشه فقط به خاطر سگم بوده. بله همش با پیکو. الان اگه ما از پیکو بپرسیم یعنی واقعا راضی هست. آره. ببین الان اگه شما بخواین زمینی پتتون رو ببرین توی همون شهر یه دونه، هر شهری که باشین یه کانون چیز هست، علوم پزشکی مال حیواناته. ببین شما که اول از توی پت شاپ یا اون کلینیکی که میرین تو پاسپورتش باید یه میکروچیپ شما حیوانتون حتما داشته باشه. میکروچیپ اصلا نباشه اجازه خروج نمیده. به شما یه کاغذ میدن. آره. یه کاغذ میدن که آقا برین مثلا از اینجا مهر خروج رو بگیرین که بتونین پتتون رو خارج کنین. اون وزارت خونه ای که شما میرین برای مهر حتما باید بگین من زمینی دارم میرم و حتما باید بگین از کدوم مرز میخوام رد شم. چون اسم مثلا بازرگان میخوای بدی اسم بازرگان اونجا مینویسن. آها فقط از همون مرز میتونی بری. فقط از همون مرز. پس نمی‌کنم اول میریم این چیزی که کار پت انجام میدن کلینیک پت شاپ، کلینیکای پت شاپ اینا، اونا اولا که یک میکروچیپ خودشون میزنن. بعد تو پاسپورتش ببین همه واکسن ها باید خورده شده باشه همش. و توی پاسپورتش که می نویسن آقا شناسنامه‌اش این آخو زده واکسنش ضد انگل خورده. یه کاغذ میدن آزمایش خودشون میدن که آقا ما از این پت این آزمایش رو گرفتیم، نه خاری داره هم نه انگل داره، سالمه. آقای وزارت خونه لطف کن مهر بزن این میخواد زمینی بره. خب این وزارت خونه تو مال هر شهر فرق میکنه. آره. میگه دیگه خود اون پت خود پت میگه. بعد ببین یه آزمایشی هست اسمش یادم رفت، یه آزمایش خیلی گرونیه. عجب. 38 میلیون یا 40 میلیون پول آزمایشه. اگه از پت شاپ یا کلینیک به شما گفتم برای ترکیه لازمه هیچ وقت انجام نده. ما هم انجام ندادیم. من نشینده بودم اصلا. ببین برای سفر شما مالزی بخوای بری، کانادا بخوای بری یا جای اروپایی بخوای بری بعد میخواد. ترکیه نمیخواد. ترکیه نمیخواد. الکی اون هزینه رو نکن. چون آزمایشیه که 3 ماه جوابش طول میکشه حاضر شه. 3 ماه. اصلا برنامه ریزی ها حتی به هم میخوره. پس اصلا اون آزمایش گرونه رو شما کنسلش کن تا زمانی که نمیخوای اروپا بری. تو نکته مهمش اینجاست، اون وزارت خونه که میریم حتما بگیم از کدوم مرز میریم. بله. اونجا مهر خروج میزنن. بعد دیگه با این مدارک ما میشیم میریم به سمت مرز. میرین سمت مرز زمین برگار میدیم. ببین توی مرز ایران که با پت شما هیچ کاری ندارن. هیچ کاری. فقط ببین تو مرز ترکیه هم باید کاری ندارن. فرقش یه موقع میبینی سرشون خلوته میخوان قشنگ کنکاش کنن داره ماشینتو، میگه پت داری ببینم مدارکشو. یعنی حتی شاید ممکن اصلا نگاه هم نکنه چون رد شدی رفته. موقعی که شلوغ باشه اصلا نگاه نمیکنه. برو خدا. پس راحت و خوبه. بعد راستی برای خروج پت هزینه ای داره وزن میشه؟ بله 1,500,000 فقط اون هزینه مهر خروج خوردنشه. ارزم به حضورت دیگه بستگی داره شما واکسنش رو زده باشی ضد انگل دیگه خرجای دیگه. خود میکروچیپ هزینه ایه. میکروچیپ 3800 از فرودگاه که میخوای بیاری وزن میکنن بعد معادل. نه توی به فرودگاه میدی. مرز زمینی نه اونجوری. خب خیلی خوبه اینم. یعنی از لحاظ هزینه ای اینجا مضمون به صرفه میشه اگه پت دارین همراهتون. چون الان آخرین بار مثلا ما چقدر دادیم؟ به ازای هر کیلو فهم کنم یا 11 یورو یا 18 یورو. اونجا میریم توی مثلا 7-8 کیلو که بشه توی فرودگاه هم بالاخره سختی خودشو داره. توی بار تو ایرانیر که اصلا فقط توی قسمت بار میشه بذاری. یه عده اصلا از حیونا که میترسن و حتما هم موقعی که پتتون سوار ماشین میخوایم بشین راه بیفتیم بگین که داریم راه میریم. 3 ساعت قبلش هیچی نخورید.
هیچی، چون اون حرکت ها اون سرعت ممکنه پت حالت تهوع بگیره، حالش بد بشه. یه قرص آرام بخش مخصوص خودته امیررضا که با 200 ساعت تو جاده میگم چفلک کاپ میگه امیررضا. نه آخه ببین اصلا تو مسافت طولانیه که بهش ندیم بخوره. خب نه 80 تا سرعت هم بری همین اتفاق پیش میاد. یه قرص آرام بخش به پت میدین قشنگ میخوره میخوابه تا خود استانبول. میشه کجاییم امیررضا؟ آره یه تصفیه میکنه شروع میکنه. دمت گرم قرص دادی خیلی خوشا. سری پیش بیچاره شدم انقدر. بعد این سقف‌های باربند اینا را که حالا اینا که چیز مسیر طولانیه خیلی از سقف باربند استفاده می‌کنم. حالا الان تو ویدیو حالا عکسای دوتا ماشینی که من باربند گذاشتم و میذاریم براتون. من از این باربندهای باکسی دارم هنوزم. منتها سری اول من اشتباهی که کرده بودم مثلا هیچی نه کش تنها گفتم خودش قفل داره دیگه، همینجوری ما در رو بستیم راه افتادیم. همون آقایی که بس کرده بود دقیقاً اون همون بود. چون قفل داره اینا دیگه ما دست نزدیم بهش. منتها ما یه جا تو گردباد افتادیم، سقف ماشین درش باز شد، هرچی وسایل داشتیم درش باز شد یا کلا کندی نه شد؟ درش باز شد. درش باز شد. آره همه وسایلامون ریخ بیرون تو جاده. اگه میخواین از این باربنده استفاده کنین حتما جک های لولایی کابینت توش استفاده بکنین، یا اگه نخواستین استفاده بکنین حتما از کش دورش ببندین. هر کاری که دیگه فکر میکنی، هر کاری که خودت فکر میکنی آقا این محکم این دیگه هیچ جوره باز نمیخواد بشه. تو بدترین گردبادم بیافتم باز نمیشه. اون کار رو حتما انجام بدید. اگه بخواد یکی بدون استراحت از تهران بیاد استانبول که نمیشه اصلا. نه اصلا نمیشه. الان فقط از مرز ترکیه تا استانبول 22 ساعت 22 ساعت از تهران تا اونم که 12 ساعت اصلا نمیشه. شما پس منطقی اگه از تهران میایین خب یه جا بعد لب مرز ایران پس خوابید. شما اگه میخوای ببین 12 ساعت اومدی. ببین اگه میخوای جای استراحت کنی تو ایران من باشم یا ارومیه میمونم. البته ارومیه با مرز بازرگان فاصلش خیلی زیاده. بهتر شما تو تبریز یه شب بمونی استراحت بکنی، از تبریز راه بیفتی. از تبریز تا بازرگان 3 ساعت و نیم 3 ساعت و 40 دقیقه. خب خیلی خوبه. آره انگار از تهران اگه حساب کنیم حالا 12 ساعت اومدیم یه شب تبریز میمونیم، بعد میریم 3 ساعت زودتر پا میشیم میریم تا مرز، شب برسیم لب مرز ترجیحاً بازرگان کاراشو انجام بدیم میایم اون بعد انگار مثلا 12-1-2 شب ما اون بریم. دقیقاً ساعت 12 شب گازو میگیریم میرسیم سیواس. ساعت چند؟ 9 ساعت بعدش میرسی سیواس. 9 صبح 12 شب که بریم 9 صبح اگه راننده باشه که میتونی ادامه بدین. آره اگه بخوایم میتونی سیواس استراحت کنیم. این هم دیگه دست خودمونه. بله. نکته دیگه میخواستم یه چیزی صحبت کنی راجع بهش اینه که چه چیزایی ما میتونیم با خودمون با ماشین شخصیمون از مرز خارج کنیم. کنترلات، سختگیری‌ها تا چه حده. تلویزیونمون رو بیاریم، نمیدونم 10 کیسه برنج با خودمون بیاریم اینور، نمیدونم حبوبات فلان. ببین حبوبات حالا مثلا بون این ادویه اینا حالا مشکلی نداره. ولی برنج و نفری 1 کیسه میتونیم ببرین، 1 کیسه 10 کیلویی، بیشتر از اون نمیشه. سیگار قبلا نفری 3 تا باکس بود، الان شده نفری 1 دونه باکس. محدودیتش تو سیگار و برنجه. این دوتا حساسیت. این دوتا خیلی حساسیت. عجب. بقیه چیزا رو ببین من تا حالا لوازم خونه نبردم. مثلا بدونم حالا میخوام مالیات بگیرم نبرد. مثلا تن لوازم خونه بردن من یه سشوار بود. آره. ما داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. نه تو مرز که می‌خواستی حالا این موهاتو می‌خوای صاف کنی فقط سشوار بوده. ولی تا حالا لوازم خونه نبردم ببینم کاری دارن یا نه. پس دیگه برنج و سیگار دیگه چی دیگه آدم میخواد دیگه خودت لباسای خودت. آره نه ولی ببین نه اضافه بار داری نه چیزی اصلا هیچ محدودیت کیلویی اینا نداری. یک رکورد کیلویی به نظرم خروج بار با وسیله شخصی هم به دست امیررضا. اندازه وزن خود ماشین بار ماشین کرده. اینکه چطوری
900 کیلو بار رو آوردیم. ببین ما تازه اساس کشی کرده بودیم اینجا، ما تازه اساس کشی کرده بودیم. اون موقع من 206 صندوق دار داشتم. از این کارت پشیمون نیستی؟ من نه. یه جوری داره چیز میگه انگار چه کار من نه. بعدی شوخی میکنم. خب من چی بر لذتش خیلی اصلا یادم میفته، اصلا خندم میگیره که من چجوری با یه 206 800 کیلو بار چیدم تو ماشین اومدم. تو میگم ما تو اساس کشی بودیم، بالاخره خانوما رو هم که میدونیم نمیشه اونجا دارچین پیدا نکنیم چی میشه، ادویه پیدا نکنیم چی میشه. 900 کیلو دارچین آوردم. آره دارچین هر چی به ذهنت میرسه من آوردم. بعد زیاد به مشکل نخوردم. جدی؟ آره فقط اونجا چون بهمون گیر دادن آقا 12 تا کیسه برنج برای چی داری شما نفری یه دونه از زیر میز یه $100 زحمت کشیدیم و خیلی هم مؤدبانه راهیمون کردن رفتیم. بعدش یه $100 بود. و بازم خیلی منطقیه. یعنی من اگه بخواستم 10 تا کیسه برنجم بذارم اون برای من وای میشه 60-70 تومن 50 تومن با 5 میلیون جمعش کردیم. آره خیلی خوب بوده. بیشتر واسه برنجه بودش میگی؟ برنجه و سیگاره. خب اینم از این. نکته دیگه کلا انقدر موضوع چیزیه حس می‌کنم کلی سوال و نکته است، ولی خب واقعا یه چیزی بود که خیلی یاد گرفتم منم. نگید شما سوال دیگه چیزی به عنوان نکته‌ای که طلایی باشه که کسایی که میخوام یعنی آخر کاری یادشون نره حتما ماشیناتون رو چکاپ کنید، حتما. یعنی مهمتر از هر چیزی چکاپ ماشینت. چون خدایی نکرده به مشکل بخوری بده، عواقبش دیگه خیلی بده، زیاده. دست در نکنم میرزا، مرسی جدی این تجربیاتی که دادی اینجوری خالصانه ریختیست با صادقانه همه چی رو تعریف کردی. خیلی قربون شما، خواهش میکنم. قربون شما، مرسی. ممنونم.